خانم ها و آقایان، به وقت ساعت 25 در رادیو فرزمین درود بیکران زوروان هستم و خوشحالم که این پادکست رو انتخاب کردین برای گوش کردن. با یکی دیگه از قسمت‌های صحبت و معرفی اساطیر ایران باستان در خدمتتون هستم. بذارید من همین اول یه عذرخواهی که باید انجام بشه رو داشته باشم ازتون. بابت چی؟ توی چند تا ویدیو قبلی، حالا دقیق یادم نیست کدومش، ولی زمانی که داشتم توضیح میدادم در رابطه با اینکه زوروان یعنی ایزد زمان که واسش ویدیو ساختیم میتونید ببینید، حالا الان وقت تبلیغ نیست بگذاریم. بنابراین وقتی که داشتم توضیح میدادم چند سال حکومت رو به اهریمن میسپاره، گفتم 1000 سال. این اشتباهه. 9000 سال که این دوره 9000 ساله 3 تا بخش اساسی و کلی داره که باز خودش ماجراهای مفصلی داره، ولی شما بدونید که 1000 سال نیست، 9000 ساله. اما حالا اینجاییم که چه افرادی رو معرفی بکنیم، کمالگان یا سردیوان. چه کسایی هستن؟ دوروبریای نزدیک اهریمن، دقیقا همون سیستمی که با اهورامزدا امشاسپندان داشتیم و اینجا هم داریم. کلن اساطیر قرینه شاید بشه گفت، یا تعریف بهترش که بیشتر شنیدم همون قاعده ثانویت که ما یه چیز بد داریم یه چیز خوب. یعنی مثلا زندگی داریم، مرگ، سرما داریم، گرما. حالا البته بعضی سرمایی هن بعضی گرمایی هن. بگذاریم. خیلی خوشمزه شدم توی این پادکست. بریم وارد توضیحات بشیم. کمالگان چه افرادی هستن؟ همونطوری که گفتم ثانویت وجود داره و این یعنی تضاد. این به این معنیه که ما به ازای هر امشاسپند مثبتی که داشتیم در کنار اهورامزدا یک نیروی یک نیروی شرور در کنار اهریمن داریم به عنوان یارش که به اون کله گنده هاشون میگن کمالگان و حالا به عنوان سردیوان هم معروفن. برخلاف اینکه جنسیت امشاسپندان خیلی واضح بود، مثلا ما میدونستیم که سپندارمز ایزد بانوه یا مثلا بهمن ایزده. در رابطه با کمالگان این خیلی چیزی نیستش که پررنگ باشه، بنابراین خیلی نمیشه در رابطه با جنسیت یک سریاشون نظر دقیقی داد. اما اون چیزی که در دست هست رو میگم. شروع بکنیم از کی؟ از آکومن، دیوی که اندیشه بد رو بهش نسبت میدن. خب طبیعتاً رقیب و دشمن بهمنه آکومن و خب همون پستی که بهمن داره کنار اهورامزدا ایفا میکنه رو آکومن هم ایفا میکنه. این چیزی نیست که حتما یکی اومده باشه به من یه منبعی سرش نشون داده باشه، ولی خب حدسمه دیگه، بالاخره مشاوره و خوشفکر و اهریمن هم که دنبال زدن حرکت‌های شرورانه است، بنابراین این حدس قریب به یقینم. اما نفر بعدی که برخلاف آکومن حرف راجع به این سردیو زیاده، ایندرا سردیو بی‌نظمی. حالا چرا میگم حرف راجع به ایندرا زیاده؟ به این خاطر که ما ایندرا رو توی اساطیر هند هم داریم، دقیقاً به عنوان دیو و دقیقاً با همین اسم. منتها تفاوت بزرگی که وجود داره اینه که توی اساطیر هند دیو نقش مثبت بازی میکنه و همین ایندرایی که دارم راجبش صحبت میکنم اونجا به عنوان ایزد جنگ، میگم ایزد، دیو جنگ حضور داره و
خب خیلی برای مردم معتقد بهش شخص دارای درجه والایی بوده و هست. اگه باشه من هنوز در جریان اینش نیستم که این مکاتب وجود داره یا نمیدونم که زروانیسم و زرتشتی و اینا رو هنوزم میشه افرادی رو دید که بهش معتقد باشن، به خصوص زرتشت. حالا این رایی که اینجا نقش ایجاد کننده بی نظمی رو داره، اون طرف نقش یک شخصی رو داره که خیلی مثبته. این از چی میاد؟ از یک سری از نکات فرهنگی که مفصلا جا برای بررسی کردن داره. من میتونم بهتون یک سری پادکستی رو معرفی بکنم، در حقیقت جلسه تدریس که توی یک فهرست پخش قرار گرفته، توسط استاد ژالا آموزگار تدریس شده و تحت عنوان اساطیر ایران فکر می‌کنم بتونین پیداش بکنین. و خب خیلی از مطالبی که مطرح میکنم رو از این پادکست ها یاد گرفتم. جا داره که بالاخره این ریسپکت معادل فارسیش چی میشه؟ ما داریم راجع به اساطیر ایران صحبت میکنیم. جا داشت که به این نکته مهم اشاره بکنم، حالا الان یادم نمیاد ریسپکت چی میشه، و بگم که استاد ژالا آموزگار نکات جالبی رو میتونن براتون داشته باشن. البته این باز نشه که این پادکست ها رو گوش نکنین، اصلا یه همچین اتفاقی نیفته، چون ما سعی داریم که بهتون محتوای خفنی ارائه بکنیم. الان که بحثش پیش اومد، دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین، مشترکمون بشین و توی فرزمین حضور داشته باشین که باعث خوشحالی ما میشه. بگذاریم. این را رقیب کیه؟ دشمن اردیبهشت. اما سردیب بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم دشمن شهریوره به اسم رودرسرو. حالا اینایی که میگم تلفظهای مختلف داره، من سعی میکنم دستچین بکنم، یعنی یه تلفظی که خودم فکر میکنم خوبه رو میگم. رودرسرو به عنوان شهریاری ظالمانه. همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، شهریاری و روش و مسلکش نکته خیلی مهمی بوده. خیلی از جاها میبینیم که به طرق مختلف به این نکته اشاره هم شده. اما سردیوان بعدی که بهتون معرفی میکنم که معمولا کنار همدیگه میان این دو نفر، تایریز و زایریز، و تلفظ تزیر و زریر هم البته دیدم ازشون. تایریز سردیو زهر، زایریز سردیو مرگ و رقیبن با امارتات یا همون امرداد یا مرداد حتی و همچنین خورداد. و آخرین سردیوی که بهتون معرفی میکنم اسمش نانگیه، سردیو طمع و همچنین سردیو تکبر محسوب میشه. و متاسفانه باید بگم که در اینجا توضیحات در رابطه با کمالگان تموم میشه، توضیحات من حداقل. نکته ای که وجود داره اینه که متاسفانه در خصوص اهریمن و دیوان منابع خیلی خیلی کمی هست، حالا به هر شکلی، و صحبت خیلی در رابطه باشون کم مطرحه. همینجوریش منابع و صحبت در رابطه با اساطیر ایران کم هست دیگه. سردی و دیو و کلان اهریمنا از همه بدتر و خب این خیلی جای ناراحتی داره. امیدوارم که بیشتر سعی بکنیم در کنار هم دیگه فرهنگ اصیل ایرانی رو بشناسیم و بدونیم که داستاناش از چه قرار بوده. از خیلی از جهات واسه هممون مفیده، سرگرم کننده، از باحال، سود داره از جهت معنوی، مادی، کلا آدم حال میکنه دیگه. مثلا من خودم به شخصه اینجوری هم که
حال میکنم وقتی در رابطه با اساطیر میشنوم. خب بیشتر میشه وقتی که اساطیری که میشناسم از ایران باستان و میدونم جذابن هم توی این بحثا مطرح بشن. کلا دنیاهای، اگه بخوایم هر اسطوره رو بگیم که برای خودش قواعدی داره و انگار که هر کدوم دنیای خودشون رو تصویر میکنن، دنیاهای جذابی هن و میشه درشون کنجکاوی‌های زیادی کرد. سخن رو بیشتر از این دراز نمی کنم، رشدش به همین میزان کافیه. امیدوارم که تمام اوقاتتون عالی سپری بشه. تا درودی دیگر، بدرود.